سلام و درود، وقت بخیر دوستای عزیز، دوستای خیلی و خیلی مهربان. راه گرفتیم طرف دهه پاروار با درخواست بچهای دهه پاروار. خب اومدیم در درآمدگاه دهه پاروار که واقع است مرقد شیخ محمد امان ولی. البته مزار شیخ بزرگوار زیارت کنیم، یک جایه تماشا میکنیم. دوستای عزیز، این باغچه‌ای که میبینید سبز و گردش پنجره قطعی محکم کردگی، این باغچه‌ای که در اینجا آهسته قبر آب میآید و هر یک رهگذر و مسافری که به اینجا میگذرند اگر که اخلاصمندای شیخ باشند در اینجا وضو گرفته طرف مرقد شیخ محمد امان ولی درود میکنند، یعنی که از دور هم باشد زیارتی شیخ به جا میارند. و در نزدیکی هم گورستان دهه پاروار هست و طرف گذشتگان خودم دعا میکنه مردم. خب دوستای عزیز، همراه ما باشین. ما البته از مرقد دیدن میکنیم و یک جای تماشا میکنیم. شیخ محمد امان ولی متفکری برجسته است در عهد اسلام، سهم خدشه گذاشتگی و جایگیری در دهه پاروار. به حال نبیره ها و همون اجدادای شیخ محمد امان ولی در دهه پاروار کار، فعالیت و زندگی میکنند. دهه پاروار شخصیت بزرگ تربیت کردگی ای و مثل هنرمند شناخته جمهوری، هنرمند شناخته بیرون از جمهوری، بازنده نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب، هنرمند هاشم گدایوف از دهه پاروار، زاده دهه پاروار. و مثل شاعر به همتا، شاعر غزل سرا استاد نظر خلیل، پسرش غزلکار شناخته تشریف خلیلوف از دهه پاروار و دیگر کارمندانی که در وظیفه های گوناگون دولتی و بگیم خدمت خلق میکنن و خدمت کرده ایستادن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، داخل میشیم به صحن حولی مرقد شیخ بزرگوار. خیلی که نقل میکنند شیخ محمد امان ولی در دوره عهد خودش وقتی که در خونه شب خواب بوده است، میگه که یک دزد داخل آغل خانه شیخ میشوه و میخواه که یک گاوی از حضرت دزدیده ببره. میگه شیخ خودش درک نداشت، در خونه خواب بود. دزد وارد آغل خانه میشوه و همون زمان در آغل بسته میشوه. خب این روایت است، نمیدونم تا کدام اندازه واقعیت داشتن شد، ولی همین چون قصه میکنن. میگه در بسته میشوه و دزد تا صبح در داخل آغل محکم میمونه، بر اومدن نمیتونه. صبح شیخ برای گرفتن وضو یا خبرگیری گاو به بیرون میبروه. میگه میبینه که در داخل آغل یک آدمی است. خب مقصد عیان است که دزد است. خب به همه ای نگاه نکرده شیخ بزرگوار دزد نه تنها میبخشه بلکه خیلی قصه میکنن، حتی میگه گاو هم به دزد هدیه میکنه. خب اینا عزیزوارای خداوند بودند. رنگ مردم امروزه ما بگیم به قهر غضب نمی اومدن، به قهر غضب می اومد خودشون اداره میکردن. خب به همین خاطر بگیم به خداوند نزدیک شدگی بودن. باز قصه ها میکنن که در دهه پاروار در بین دهه یک چناری هست، تاریخ 600 700 ساله دارد به فکرم، اگر خطا نکنم. باز مردم دهه پاروار خودشون نقض میدونن. تاریخ 600 700 ساله داره.
قصه میکنن که شیخ بزرگوار همین چینار از عصای شیخ محمد امان ولی اری. میگه عصای خشک بود، وقتی که در زمین میگه میخلونش و کرامات شیخ و قدرت خداوند همین چینار میگه سبز میشه و امروز 600 700 سال شد که چینار سبزه. همچنین میگه که جای امو میداشتگی عصا یعنی نوگی عصا کمی سوختگی بود. الان در همون نوگی چینار، همین درخت عظیم چینار هم خیلی جای دستک همو تیاق، خب یک هم خیلی چوبی کجله است و سوختگی همو خوب اشاره میکنه که همین از همون دوره است، از دوره های خودی شیخ. خب نمیدونم این تا کدوم اندازه واقعیت داشتنشه. خلاص شیخ پاکدامن بدند، شیخ های نفس کشته بدند، شیخ های بدند که با خاکساری و فروتنی خودشون به همین خاطر به خداوند نزدیک شدند. خب دیگه دوستای عزیز، ما راه میگیریم طرف دهه پروار خودش و از چشمه و از جاهای بگیم دیدنی دهه پروار برای شما نوار میکنیم. همراه ما باشین. میریم طرف چشمه پونیده، خیلی که مردمی پاروار یال میگن سریده پونیده. ما میریم اول طرف چشمه پونیده. یا خوشبختانه بگیم یا متاسفانه چشمه آبش جاری نیست. سالهای اخیر که تکنولوژیا و بگیم خب مسئله ساختمانی دسترس شد، همین شلنگ‌ها و قبورها پیدا شدن و مردم دهه آب چشمه را به واسطه شلنگ یا همین قبورها بگیم به زبان تاجیکی خودمون به دهه تقسیم کردن. ما از آب چشمه دیدن نتونستیم تا سرگاه چشمه را اینا اومدیم. خب باشد. دهه پرورم دهه خوشمنظره، دهه مردمی مهمان دوست داره، مردمای آدم دوست داره، مردمای خوب که مهمان بسیار نوازش میکنن سر هر قدم، سر هر وجبی که راه میره. خب میکشویم دراشون سخت میگیره و سر یک پیاله چای دعوت میکنن. خب ما تشکری میکنیم ای مردم دهه پرور، زنده باشین، آباد باشین. دوستان عزیز، مگزین اکای اعظم من راستی گپ هرچند همسایه قشلاقیم دور نیست لیکن بسیار اومدگی نیستم به پرور. مردماشا بعضیش میشناسم. اکای اعظم در همینجا شناختیم. خب مگزین اکای اعظم به دست ببینین دهه های دوردست تاجیکستان هم تمام مگزین ها سری پری تمام نمودی بگیم مسئله روزگار خوراکه یا که دیگر اشیاء روزگار پیدا می شود. سلامت باشی اکای اعظم، زنده باشی.
این گودککو در اینجا ولش در کشون. دوستای عزیز، این مکتب کهنه دهه پرور است. یک خطا نکنم 5-10 سال پیش مکتب نو زمانویشون ساختن در پایان دهه، در پایانتر دهه، و این بینای مکتب کهنه باز نمیدونم چه خدمت رسانی دیگر هم اجرا میکنند. خب بینا هر قدر کهنه هم باشد بگیم طرح خودش خوب نگه داشتگی است. یعنی دیگه مردم بینا را با گفتی رسو زبراشینی دام تبدیل دادگی نیستند. ما رسپار میشیم طرف چشمه سری ده. ناگفته نمونه در دهه پرور دو تا چشمه سری ده میگن، چشمه پونیده، یعنی که چشمه پایانی ده و چشمه بالای ده. ای گولککو بگیم ما را پرودنیکی ما هم راه بلد ما را تا سر چشمه میبرند. دوستای عزیز، همراه رهبلدا ما رسیدیم به چشمه دومی پرور، یعنی چشمه سری ده. این چشمه بگیم با واسطه امی خبرها در ده تقسیم شدگی است. اینش هم سروژنی کردگی هم جبار در جاری نیست. سالوی پیشتر سالو با واسطه سرجبارا در ده تقسیم میشید، ولی حاضر با واسطه شلنگو به هر خونه را تقسیم شدگی به اون مقدار معین میرود در حوالی های ساکنای ده. خب این هم تصمیم درست است، چون که آب در راه دیگر تلف نمی‌یابد، بخار نمیشه و دیگرش زمین نمیکشه و آب بگیم که به تلف به هر یک سکنی ده رفته میرسه. آفرین نفس. زردالوی پیر، اینجا درخت چینار هم است، توت هم است. نه روبلدای ما هم گودککو را ما در همینجا راضی میکنیم و با یا خداحافظی میکنیم. رحمت کلان برادرای عزیز، در سر چشمه آب نوشیدن نتونستیم، یکی یک شلنگ شدگی دست برای رهگذرا ای آبی دهه پرور، ای چشمه پرور می نوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آبی با مزه. خب دیگه دوستای عزیز، اینا کوچه های دهه پرور، دهه خشمنظره. ما را سپور میشیم طرف پایین.
خیلی که گفتیم مردم پرور، مردم مهمان نوازه، مردم مهمان دوسته. سر هر قدم، سر هر یک وجب، هر یک خورد کلانش که میبینه برای چایخوری، برای سر دسترخوان دعوت میکنه. سپاسگزاریم مردم دیهه پرور. دوستای عزیز، این بینایی که میبینیم بنگاه طبی است در دیهه پرور. بینای زمانوی، بینا را نو ساختگی فکر میکنم کارمندای بنگاه طبی خب کار کرده ایستادن در خدمت خلق. این هم یک آبادی است. این هم یک آبادی است. ما را سپار میشیم دیگر دوستای عزیز طرف خانه. وقت هم کم است، پیاده ایم. متاسفانه ماشین ما نقص پیدا کردگی است. تو بینیم که شبه بعد اگر ریمونت کنیم بعد دیگر ماشین خطی با سبکتر می شود که دیه ها را بریم تماشا کنیم. این برادر در اینجا چاری گوسفند کشتگی است. خوبی اکا؟ نه پجالسته. دیگر دوستای عزیز، کمی و کمبودی که شما در نوار اگر دیده باشین خیلی متاسفانه همین قدر امکانات مالی و امکانات تکنیکی داریم. کمی و کستگی که دیده باشین چشماتون رو بخورین. باز انشالله که اگر دستگیری کنین ما برای شما اگر پیش برویم برای شما خوبتر و بهتر نوارها پیشنهاد میکنیم. خداحافظ برادرای عزیز، در امان خدا باشین.